به افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام جماعت‌های دهاتی ناحیه ҷаббор расулов کارهای آبادانی و سازندگی همه‌روزه وسطی تازه گرفته بنیاد و به استفاده دهی انشооти گوناگون ساحه به نقشه گرفته شده است. با دستگیری مقامات محلی و دست جمعی ساکنان در حدود ناحیه کودکستان و دبستان و تالاری ورزشی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی بنیاد گردیده سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را هر نفر ساکن ناحیه جانبداری میکنند. در دایره کارهای سازندگی با دست جمعی اهالی امروز برای خوانندگان مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 26 ناحیه سینفخانوهای علاوگی بنیاد و شرایط مساعد من بعد فراهم آورده می شود. این تدبیر که مرحله به مرحله جریان دارد از ذوق بلندی و تندرستی و خویشتن‌شناسی و بنیادکاری ساکنان درک می دهد. برای سال تحصیلی 2025-26 قریب همه مؤسسه‌های تعلیمی آمادگی دیده استاده‌اند. قریب 80% مؤسسه‌ها تعمیر اجرا کردن. ما کوشش میکنیم که برای خوانندگان همه شرایط رو مهیا کنیم تا آخر ماه اوگوست مؤسسه‌ها پر از تعمیر برآورده میشود. بنا به اطلاع مسئولین شعبه معارفی ناحیه عین حال ساختمان سینفخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی رقم 31 36 32 و 15 نیز ادامه دارد. کارهای تعمیری زیر نظارت بوده شخصان مسئول به صفت کارها بیشتر توجه روانه می‌سازند. در مجموع در 43 مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه ҷаббор расулов به سال خانشی نو омодагии جریان دارد. کارهای تعمیر در سینفخانه‌ها دالان و راهرو و دیگر انشооти ёрирасон تبقی نقشه به راه مانده شده است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 27 ناحیه ҷаббор расулов حالا به سال تحصیلی 2025-26 تعمیر جاری را 80% به انجام رسانید. مؤسسه ما از دو آشیانه عبارت بوده. نمود ظاهری مؤسسه پررنگی از تعمیر برآمده شد. بنا به اطلاع مسئولین کارهای آمادگی به سال خانشی 2025-2026 تا دهه اول ماه اوگوست پورا به انجام رسانده می شود. آموزگاران و کارمندان ساحه معارف از توجه و دستگیری های پیوسته دولت و حکومت اظهار قناعتمندی نموده ابراز داشتند که سال نو خانش را با روحیه بالیده و احساس مسئولیت استقبال می گیرند. مستانه محیدی لازاده، فرهاد عبدالله، مظفر صابروف، اخبار.